الان میریم داخل زیرزمینش، خونه خانم پروین انتظامی. اینجا چقدر جالبه. این زیر به چند جا راه داره. چقدر خونه قدیمی جالب بوده. اینم که میره بالا به طبقه بالا که دیدین. وای اینجا چقدر جالبه. اینجا خونه پروین انتظامی، قسمت زیرزمینشه. دوباره برمیگردیم بالا. اونورم راه داشت ولی دیگه نمیشه رفت، دست جلشو بستن. اینجا به بالا راه داره. چقدر جالب. حالا اومدیم بالا. اینم حیاتش. اینم حیات. اینم بریم بالا یه بار دیگه اتاقا رو ببینیم. اینم حیات رو بالا بگیرم. پنجره های قشنگی. این یه اتاق بزرگ، یه اتاقم اینجا درش بسته است، به هم دیگه راه داره. اینم یه در خروجیشه دیگهشه و این هم یه اتاق و این هم یه اتاق کوچیک. اینم عکس فارغ التحصیلی پروین انتظامیه. انشالله که از آدما نام نیک بمونه، چون همه ما دیر یا زود میریم، فقط نام نیک میمونه.